دو راه برای زندگی وجود دارد. می توانید زندگی کنید گویی هیچ چیز معجزه نیست و همچنان می توانید طور زندگی کنید که همه چیز یک معجزه است. هیچ مشکل با همان سطح آگاهی که آن را ایجاد کرده است حل نمی شود. همه ادیان، هنرها و علوم شاخه های یک درختند. همه اینها تلاش هایی هستند که انسانها را از وجود فیزیکی محض رها و به سوی آزادی هدایت می کنند. هر فردی که بسیار کتاب می خواند و از مغز خود استفاده می کند خیلی کم به عادات تنبلی فکر می کند. زمان فرا می رسد که ذهن سطح بالاتر از دانش را به خود اختصاص می دهد، اما هرگز نمی تواند ثابت کند که چگونه آن را دریافت می کند. سعی نکن که فرد موفق شوی، بلکه تلاش کنید انسان با ارزش شوید. ارزش یک فرد باید در آنچه که به او می دهید باشد، نه در آنچه که او می تواند دریافت کند. از دیروز یاد بگیرید، برای امروز زندگی کنید، به فردا امیدوار باشید. نکته مهم این است که سوال پرسیدن را کنار نگذارید. با همه به یک روش صحبت می کنم، خواه او یک رفتگر باشد یا رئیس دانشگاه. ترس از مرگ بی‌موردترین ترس هاست، چون هیچ حادثه آدم مرده را تهدید نمی کند. آموزش یادگیری حقایق نیست، بلکه آموزش ذهن برای فکر کردن است. کشتی همیشه در ساحل امن است، اما این چیزی نیست که برای آن ساخته شده باشد. زندگی مانند دوچرخه سواری است، به جلو حرکت نکردن برابر است با زمین خوردن. من صلح را به جای جنگ یاد می دهم. من به جای نفرت عشق را القا می کنم. همه چیز باید بسیار ساده انجام شود، اما سادگی ساده نیست. یک نابغه واقعی دائم می گوید که چیزی نمی داند. اغلب معلمان وقت خود را با پرسیدن سوالات برای کشف چیزهایی که دانش آموز نمی داند تلف می کند، در حالی که هنر واقعی سوال کردن یافتن آن چیزی است که دانش آموز می دانند. کم هستند افرادی که با چشم خود می بینند، با مغزشان فکر می کنند. تحصیلات چیزی است که پس از فراموش کردن آنچه در مدرسه آموخته اید باقی می ماند. همه نابغه هستند، اما اگر از یک ماهی انتظار داشته باشید از درخت بالا برود، تمام عمر فکر می کند که یک احمق ناتوان است. فرمولی که برای موفقیت کشف کردم این است: اگر اشتیاق شما برای موفق شدن بیشتر از ترس شما از شکست خوردن باشد، شما حتما موفق خواهید شد. از لباس کهنه‌ات شرمنده نباش، از افکار کهنه‌ات شرمگین باش. اگر می خواهی خوشبخت باشی، زندگی را با یک هدف گره بزن، نه با آدم‌ها و اشیا. کسی که نگرشش ضعیف باشد، شخصیتش هم ضعیف می شود. حقیقت بر پایه تجربه استوار است. من ماه‌ها و سال‌ها فکر می کنم 99 بار نتیجه غلط است، اما 100مین بار حق با من است. کسی که به حقیقت در مسائل کوچک بی‌توجهی می کند، نمی تواند به موضوعات مهم اعتماد کند. این طور نیست که من خیلی باهوش هستم. این فقط آن است که من مدت زمانی طولانی با مشکلات میمانم. راز خلاقیت شناخت منابع پنهان شماست. صلح را نمیتوان با زور نگه داشت، فقط میتواند با درک محقق شود. تخیل مهمتر از دانش است. دانش محدود است، در حالی که تخیل تمام جهان را در بر میگیرد، پیشرفت را تحریک میکند و تکامل را به دنیا میآورد. اگر نمیتوانید به سادگی چیز را توضیح دهید، آن را به اندازه کافی درک نکرده اید. انجام یک کار مشابه بارها و بارها و داشتن انتظار نتایج متفاوت دیوانگی است. یک فرد باید به دنبال چیزی بگردد که هست و نه برای آنچه که فکر می کند باشد.
به اعماق طبیعت نگاه کنید و بعد همه چیز را بهتر خواهی فهمید. خشم تنها در ذهن احمق‌ها لانه می‌کند. هرگز از آنچه واقعاً می‌خواهید انجام دهید دست بر ندارید. فردی که رویاهای بزرگ دارد قدرتمندتر از شخصی است که همه چیز را می‌داند. احترام ناخودآگاه به قدرت بزرگترین دشمن حقیقت است. من عاشق سفر هستم، اما از رسیدن متنفرم. آنچه درست است همیشه محبوب نیست و آنچه محبوب است همیشه درست نیست. افراد ضعیف انتقام میگیرند، افراد قوی میبخشند و افراد باهوش نادیده میگیرند. هنگامی که محدودیت‌های خود را میپذیریم فراتر از آنها میرویم. فردی که هرگز اشتباه مرتکب نشده است هرگز چیز جدیدی را امتحان نکرده است. جهان ما فرایند تفکرات ماست، پس برای تغییر آن اول باید تفکراتمان را تغییر دهیم.